بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا الشمس كورت، هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود، و اذا النجوم انکدرت، و هنگامی که ستارگان بینور شوند، و اذا الجبال سیرت، و هنگامی که کوه ها به حرکت درآیند، و اذا العشار عطلت، و هنگامی که ماده شتران باردار رها شوند، و اذا الوحوش حشرت، و هنگامی که جانوران وحشی گرد آورده شوند، و اذا البحار سجرت، و هنگامی که دریاها جوشان و برافروخته شوند، و اذا النفوس زوجت، و هنگامی که روح ها با تنها قرین شوند، و اذا الموءودة سئلت، و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود بأي ذنب قتلت، به کدامین گناه کشته شدند، و اذا الصحف نشرت، و هنگامی که نامه های اعمال گشوده شوند، و اذا السماء کشطت، و هنگامی که پرده از روی آسمان برگرفته شود، و اذا الجحیم سعرت، و هنگامی که دوزخ افروخته و شعله ور گردد، و اذا الجنة ازلفت، و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود. علمت نفس ما احضرت، در آن هنگام هر کس خواهد دانست چه چیزی را برای آخرت خود حاضر و آماده کرده است. فلا اقسم بالخنس، پس سوگند به ستارگانی که باز می‌گردند، الجوار الکنس، شتابان حرکت می‌کنند و از نظر پنهان می‌شوند. واللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس، و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش کاسته شود و پشت کند، و سوگند به صبح هنگامی که بدمد. انه لقول رسول کریم، بیگمان این قرآن سخن فرستاده بزرگوار جبرئیل است ذی قوة عند ذی العرش مکین، که مقتدر و نیرومند است و نزد الله صاحب عرش مقام و منزلت والایی دارد. مطاع ثم امین، در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین وحی است. و ما صاحبكم بمجنون، و ای مردم، همنشین شما محمد صلی الله علیه و سلم دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین، و به راستی او جبرئیل را در افق روشن دیده است و ما هو علی الغیب بضنین، و او بر آنچه از طریق غیب به او وحی شده بخیل نیست. و ما هو بقول شیطان رجیم، و این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست. فأین تذهبون این هو الا ذکر للعالمین، پس به کجا می روید؟ این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسی از شما که بخواهد راه راست در پیش گیرد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، و شما نمیخواهید مگر آنکه پروردگار جهانیان بخواهد.